امروز پنجشنبه سمندت ششم بهمن. اعتراضم درودهای گرم من و سلامهای صمیمانه من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. در خدمتیم برای قسمتی دیگر از بخش زنده تلویزیون حزب کمونیست ایران. همونطور که مطلع هستین و در بخش‌های دیگر به اطلاعتون رسوندیم، دیروز چهارشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر سپاه پاسداران با حمله به مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان، اون هم با موشک و پهپادهای انتحاری به این مقرات حمله کرد و تا همکنون که با هم داریم صحبت میکنیم 15 نفر جونشون رو از دست دادن و بیش از 40 نفر زخمی شدن. در واکنش به این حملات ددمنشانه و از سر استیصال رژیم جمهوری اسلامی ایران، کمیته مرکزی کامله و همچنین مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و همچنین پژاک، کودار و کژار فراخوان یک اعتصاب عمومی دادن در روز شنبه 9 مهر ماه در سراسر کردستان با این هدف که فرزندان مردم کردستان هر جای جهان باشند، مردم کردستان پشتیبان اونها هستند و یک بار دیگه مردم با اعتصاب عمومی مشت محکمی رو به دهن جمهوری اسلامی بزنن و یک بار دیگه بگن که جمهوری اسلامی جاش تو کردستان نیست و مردم کردستان این رژیم رو قبول ندارن. در این بخش از برنامه همراه هستیم با پروفسور عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه استانبول. رفیق عباس گرامی، سلام و عرض درود از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. خیلی ازتون سپاسگزارم. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که در این برنامه حضور دارید. خب رفیق عباس، قطعا شما هم از اعتراضات سراسری در ایران خبر دارید، از موج همبستگی که بین ملیت‌ها و اقوام مختلف به وجود اومده، از شعارهایی که از گوشه و کنار ایران و سرتاسر ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستیم و همونطور که گفتم دیروز جمهوری اسلامی با حمله به مقرات احزاب مخالفش جون بسیاری از عزیزانی رو گرفت که در این اردوگاه‌ها و در این مقرات مستقر بودن و خیلی هم زخمی شدن. به نظر شما زمانی که جامعه اونطور در تب و تابه، هدف جمهوری اسلامی از این کارش چی بوده؟ خب این بسیار مشخص هست. جمهوری اسلامی الان حد اکثر خشونت را داره اعمال میکنه برای اینکه این خیزش را، این جنبش را خنثی بکنه و در مرحله غایی در هم بشکنه. استراتژی اساسی که در اینجا به کار میره اینه که این جنبش را از وسط تکه پاره بکنن و قسمت ها و بخش های متفاوت این جنبش را از هم جدا کرده
هماهنگی و اتحادی را که به وجود اومده و همچنین هویت مشترکی را که تمام مردمان ایران الان اعم از کرد و فارس و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن در زیر این هویت مشترک گرد آمدن و عامل اصلی به وجود اومدن این هویت مشترک در شرایط فعلی فقط مخالفت با جمهوری اسلامی و کوشش برای برانداختن این رژیم منحوس هست. اونچه که رژیم متوجه شده این هستش که الان جنبش وارد فاز دوم خودش شده و مطالبات اولیه جنبش که در حقیقت ارتباط به مسئله حجاب داشت الان یعنی تحول پیدا کرد. یعنی مسئله حجاب همچنان سر جای خودش هست، ولی الان یعنی شرکت کنندگان در این جنبش به طور کلی خواستار برانداختن و رفتن و از بین بردن این رژیم هستند. بنابراین استراتژی که پشت سر این مسئله هست مسئله به وجود آوردن شقاق در جبهه یا مشترک مردم، یا بهتر بگویم در این هویت مشترکی که به وجود اومده و پشت شعارهای متفاوت ولی شعار اصلی زن، زندگی و آزادی متحد شدن میخواهد این اتحاد را بشکند. چون کردهای ایران، کردهای شرقی یا کردهای ایران در واقع یعنی پیکان این مخالفت بودن و نیروی بسیار فعال و تلیه‌داران این حرکت بودن و برای همین آنها زیر به اصطلاح فشار بیشتری قرار گرفتن و این بمباران هایی که صورت میگیره که منجر به کشته شدن و شهادت 15 نفر از احزاب کردی هستش، دقیقاً میخواهد که با این کار خودش احزاب کرد را وادار به شروع یک درگیری مسلحانه با نیروهای رژیم در کردستان بکند. خوشبختانه احزاب کردی به نظر من در اینجا بلوغ فکری و بلوغ سیاسی بسیار خوبی از خودشون نشان دادن و این استراتژی رژیم را که تا به حال به صورت بسیار خشنی اجرا شده، این استراتژی را نقش بر آب کردن. ولی بدون تردید ما باید بدونیم که احزاب کرد که این کار را کردن و یعنی هزینه بالایی برای این پرداختن و این باید و به نظر من مردم کردستان و مردمان سایر بخش‌های ایران باید این به اصطلاح روی کرد و این سیاست احزاب کرد را به خوبی درک بکنن و هزینه هایی را که برای اجرای این سیاست و مقاومتی که در کردستان صورت میگیره پرداخته میشه به این ارج بنهن. یکی از راههایی که برای ارج گذاشتن به این سیاست و به این روی کرده احزاب کرد و به طور کلی بخش عمده از جمعیت کردستان ایران هست این است که یعنی اینا میخواهند برای ارج گذاشتن به این و به این تاوان، به این هزینه‌ای که دادن، میخواهند از مردم که با اونا تعصی جسته و وارد به اصطلاح پروسه مقاومت بشن و این را در مقابل چشمان رژیم این سیاست را تایید بکنن، به رژیم نشان بدهن که اگر احزاب کرد از درگیری مسلحانه با رژیم خودداری کردن، این نشانه ناتوانی آنها نیست، این نشانه درایت آنها، این نشانه
بلوغ فکری و درک استراتژیک آنها از شرایط فعلی هستش و آنها نمیخواهند درگیر بشن، هزینه میدن و در همین راستا هست که احزاب کردی، همه حزب‌های کردی، چه حزب کمونیست و کمالاها و چه حزب دموکرات، چه پژاک و کودار، اینا همه دست جمعی در کنار هم ایستادند، با هم وایستادن و یک فراخوانی دادند برای روز شنبه از مردم کردستان و به تأثیر با آن از مردم ایران خواستند، از مردمان ایران خواستند که روز شنبه را دست به اعتصاب عمومی بزنند. مغازه‌دارها، بازاریان از باز کردن مغازه هاشون، از رفتن به بازار خودداری بکنن. کارمندان ادارات از حاضر شدن در ادارات خودداری بکنن. معلمان مدارس از حاضر شدن در مدارس خودداری بکنن. این اعتصاب روز شنبه بسیار بسیار مهمه. این یک قدم بسیار بزرگ استراتژیک هستش. این نه فقط پیوستگی سیاسی و پیوستگی تاریخی بین احزاب کرد با جمعیت کردستان، با جمعیت کردستان، با اهالی کردستان، نه فقط این پیوستگی را به رژیم، یعنی به رژیم نشون میده، بلکه نشون میده که مردم کردستان این سیاست را درک میکنن و این هزینه ای را که داده میشه به آن ارج مینهند و میخواهند با این اعتصاب خودشون نشان بدهند که در کنار این احزاب و در واقع پشت سر آنها وایستادن و این سیاست را تایید میکنن و این بدین ترتیب دست رد به سینه جمهوری اسلامی و همچنین رد به این استراتژی منحوس که در حقیقت هدف آن به وجود آوردن تشدد و پراکندگی در صفوف این جنبش آزادی خواهانه مردمان ایران است جلوگیری بکنه. بله، سپاسگزارم رفیق عباس. خب برگردیم به ایران و اعتصابات سراسری. ما میدونیم که خیزش های مختلفی داشتیم در طول تاریخ 43 سال گذشته. برای نمونه میتونیم از آخرین خیزش ها اسم ببریم سال 96 و 98. با توجه به اینکه نزدیک به 12 روزه که مردم در ایران در خیابان ها حضور دارند، شما این خیزش رو با خیزش های قبلی وجه تمایزش رو در چی میبینید؟ وجه تمایز اصلی به نظر من یکیش به نظر من سراسری بودن این اعتصاب، این جنبش هست و این سراسری بودن این جنبش به نظر من ضربه اساسی به سیاست تخریب و سیاست به اصطلاح بازدارندگی این رژیم زده. قبلا اگر اینجور تهران مثلا برمیخواست، خوزستان برمیخواست، کردستان برمیخواست، اینجا منطقه‌ای بود، این را جدا میکردن. وقتی جدا میکردن تمام تمرکز تمامی به اصطلاح نیروها و تمامی به اصطلاح امکانات سرکوب رژیم روی اون منطقه مستقر میشد و میتونستند از به اصطلاح نرمش لوجستیک استفاده بکنن، نیروها را از آذربایجان بیارن کردستان، از خوزستان بیارن آذربایجان، نمیدونم از مازندران بیارن تهران. ولی الان این برتری لوجستیک از نیروهای یعنی دشمن در حقیقت از نیروهای جمهوری اسلامی گرفته شده. این درگیری سراسری و غیر قابل پیش بینی این درگیری بودن، غیر قابل پیش بینی بودن این درگیری ها و همچنین از همه مهمتر یعنی شعاری که وجود داره که باعث شده همه این قسمت های متفاوت ایران
از دیوارهای اتنیک و فرهنگی، از دیوارهای به اصطلاح از خطوط و فواصل طبقاتی، اتنیکی و فرهنگی و همچنین زبانی و به اصطلاح اجتماعی هم بگذرن و پشت این شعار زن، زندگی و آزادی متحد بشن و بعداً این شعار را با شعارهای مانند مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی باید بره، آخوند باید گم بشه، مرگ بر خامنه‌ای و غیره و غیره، همه اینها از مشتقات این استقامتی است و اتحاد استقامتی است که پشت این شعار به وجود اومده. و به نظر من اینجا من دفعه قبل یه جای دیگه هم گفتم من نمیخواهم صحبت از جبهه مشترک بکنم. جبهه مشترک را میشه زود شکست، توجه میکنید؟ یا به نظر من اون چه که مهمه اینجا بیشتر از جبهه مشترک به وجود اومدن یک هویت مشترک مبارزه است، هویتی که یعنی اشتراک آن، بچه اشتراک کسانی که به این هویت پیوستن و این را مال خودشون میدانن، شرکت در جنبش براندازی این نظام هست. و این هویت مشترک هم نسبی هست به این معنا که در مقابل تاکتیک های رژیم میتونه قابلیت انعطاف از خودش نشون بده و چون سراسری است میتونه وقت بخره، میتونه یعنی ابتکار عمل در دست داشته باشه و داره. مثل دفعه قبل نیست که میبینیم علیرغم به کار بردن تفنگ ساچمه و غیره و غیره، باز میبینیم که ابتکار عمل در این 13 روز، بخصوص از روز به اصطلاح دوم سومش به بعد، ابتکار عمل در عملیاتی به اصطلاح در دست مردم هستش و این بسیار مهمه، برخلاف وقت یعنی خیزش های 98 و 96 یا 88 و اینا که ابتکار عمل در همون روز اول دوم از دست مردم در رفت و وقتی از دست مردم در رفت کوبیدن و سرکوب این تظاهرات راحت تر بود. الان اینجوری نیست. الان مردم به نظر من این را میدانن و همچنان این تظاهرات ادامه داره. این به نظر من الان 2 روز یا حداقل 3 روز هستش که رژیم وارد فاز دومش شده و این فاز دومش به نظر من فازی هستش که باید بازوها اجرایی رژیم را فلج کرد. بازوهای اجرایی رژیم را فلج کرد به وسیله اعتصابات. این اعتصابات اگر سراسری بشه، اگر این اعتصابات به ادارات دولتی سرایت بکنه، اگر این اعتصابات از ادارات دولتی گذشته و به صنایع مهم و حیاتی مثل صنایع نفت، ترابری و غیره و غیره اینا سرایت بکنه، به نظر من این رژیم دیگر توان استقامت و سر پا ایستادن را نخواهد داشت. بنابراین این خصلت‌های این جنبش، سراسری بودن آن به وجودن و موفقیتش در به وجود آوردن یک هویت مشترک، اینجا من یک چیزی تاکید میکنم، این هویت مشترک ممکنه در بسیاری از تظاهرات به وجود بیاد. حتی ممکنه کسانی ادعا بکنن که در سال 57 هم به وجود اومد، ولی در سال 57 وقتی صحبت از وحدت کلمه میکردن، وحدت کلمه به این معنا بود که باید خصلت‌های این نیروهای شرکت کننده خاموش بشه، سرکوب بشه، همه پشت وحدت کلمه باشد. الان اینجوری نیست. الان وضع بسیار یعنی دموکراتیکتر، بسیار سیالتر و بسیار فعالتر، چون این هویت مشترکی که به وجود اومده اجازه میده که تمام نیروهایی که شرکت میکنن در عین حال هویت‌های خاص خودشون را در اونجا داشته باشن و بتونن، و اینا به این معناست وقتی این هویت‌های خاص خودشون رو دارن، معلومه که مطالبات اساسی خودشون رو که
همیشه داشتن این مطالبات سر جای خود هست، جایی نرفته، ولی الان در این برهه زمانی و در این مقطع از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی چنین لازم هستش، لازمه کار این هستش که ما همه این هویت بزرگ را به اصطلاح ازش که به وجود آمده، هویت بزرگ مشترک مبارزه علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کوشش برای براندازی اون را همه از این پشتیبانی بکنیم و همه به دنبال این باشیم که این استراتژی موفق بشه. بله، سپاسگزارم رفیق عباس. امروز بازاریان اصفهان به اعتصاب پیوستند، بخشی از کامیونداران در سراسر ایران به اعتصاب پیوستند. دانشگاه علوم پزشکی گلستان که تا امروز به مابقی دانشگاه نپیوسته بود، امروز این دانشگاه هم به اعتصاب پیوست. دانشگاه هگست، دانشگاه حکیم سبزواری و کارگران نفت هم فراخوان دادن، بیانیه دادن که اگر به زودی این رفتارهای رژیم نسبت به مردم معترض پایان نگیره، التیماتوم دادن که اونها هم به اعتصاب سراسری خواهند پیوست. و شما از اعتصاب سراسری به عنوان یک تاکتیک مثبت اسم بردید و اعتصابی که برای روز شنبه احزاب کردستان و مخالف رژیم این فراخوان رو دادن، پیام شما برای مردم کردستان و برای مردم سایر نقاط ایران چیه در این شرایط؟ پیام اصلی من استقامت هست. من از مردم کردستان و مردمان ایران، سراسر ایران، میخواهم که استقامت بکنن تا این جنبش به پیروزی برسه و در این بین همیشه یعنی خودشون را در مقابل هدفی که این جنبش داره مسئول و متعهد بدونن و همچنین از نیروهایی که در داخل و خارج کشور به دنبال پیروزی این انقلاب هستند به اونها کمک بکنن. و این فراخوانی که داده شده برای اعتصاب روز شنبه یکی از این قدم هایی است که مردم کردستان به نظر من باید بردارن و این قدمی که برمیدارن نه فقط یعنی ارج نهادن به سیاستی است که احزاب کردی پیش گرفتن، به نظر من سیاست عاقلانه است که پیش گرفتن، درک درستی از شرایط را نشون میده. به نظر من نه فقط ارج نهادن به این سیاست، بلکه این در واقع مخالفت و مبارزه با استراتژی بسیار یعنی شنیع این جمهوری اسلامی هست که میخواهد با تشتت در صفوف آزادیخواهان و جنبش آزادیخواهان مردم ایران کردستان را جدا بکند و هدف اصلی و تبدیل بکند به هدف اصلی سرکوب خودش و سرکوب و به نظر من سیاست‌های ضد انسانی و خشونتبار و ددمنشانه خودش بکنن. و به نظر من سیاستی که اینجا هستش اینه که استفاده ای هستش که جمهوری اسلامی میخواهد اینجا از مسئله اتنیسیته و به اصطلاح قومیت یا ملیت بکند و این خطوطی را که آگاهانه مردم کنار گذاشتن اینها را دوباره زنده بکند و وقتی که اینها را زنده بکند اگر کردستان به صورت ایزوله در بیاد و از بخش‌های دیگر ایران جدا بشه، هر چقدر هم دلیرانه به جنگه، به نظر من در مقابل قدرت نظامی رژیم شانس زیادی برای دفاع بلند مدت نخواهد داشت. بنابراین این اتحاد، این اتفاق و پاس داشتن از این هویت
مبارزاتی مشترکی که در سراسر ایران به وجود اومده هدفی هستش که این کردستان باید دنبال بکنه و این اعتصابی که برای یعنی فراخوانی که برای اعتصاب روز شنبه داده شده در واقع تأیید این استراتژی است. بله، خیلی ازتون سپاسگزارم پروفسور عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه استانبول، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتیم. متشکرم از شما، برایتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، همونطور که در بخش‌های قبلی برنامه گفتیم، این برنامه اختصاص داره به فراخوان اعتصاب عمومی در روز شنبه 9 مهر ماه در کردستان که توسط کمیته مرکزی کامل احزاب مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و همچنین پژاک، کودار و کژار در همبستگی با مردم ایران و همچنین حملات ددمنشانه سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی به مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان. عزیزان، شما میتونید تصاویر، ویدیوها و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره تلفن 2045 71 64 50 24 شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون شما حک شده برای ما بفرستید و ما اونها رو با بینندگانمون در میان بذاریم و به اشتراک بگذاریم. بله، گزارشی به دست ما رسیده از اینکه همکنون در شهرهای رشت، کرمانشاه، تهران، قم و سنندج مردم در خیابانها هستند و با شعار دادن خواهان سرنگونی رژیم هستند. در این بخش از برنامه هم در استودیو همراه خودمون رفیق فرشید غفار نژاد، عضو کمیته مرکزی کامل رو داریم. رفیق فرشید، با سلام و درود، خیلی خوش اومدید. منم سلام و درود دارم به شما و همکاران عزیزتون و همچنین به تمام بینندگان و شنوندگان این برنامه. خیلی خوش اومدید. رفیق فرشید، همونطور که شما مطلع هستید سراسر ایران در تب و تاب و مردم در خیابونها هستند و دیروز هم سپاه پاسداران به مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان حمله کرده و متاسفانه شماری زخمی شدن و شماری نیز جان باختن. به نظر شما هدف رژیم جمهوری اسلامی ایران در این شرایط از این کار چی بوده؟ میدونید که جمهوری اسلامی در طی بیشتر از 4 دهه همیشه در شرایطی که در بحران بوده، اعتراضات شدیدی و اعتراضات مهمی حکومت رو هدف قرار داده، همیشه در فکر این بوده که این اذهان جای دیگه متوجه چیز دیگه‌ای بکنه، یک قانون بحرانی جای دیگری درست کنه. جمهوری اسلامی دقیقاً این همبستگی که در ایران به طور وسیعی میان تمام افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه و اقشار مختلف وجود داره، از جنوب و شمال، شرق و غرب، و یک مسئله مهم دیگه این که این خیزش ها با از جان باختن ژینا امینی و مهسا امینی اتفاق افتاد، خود این خیزش، خود این اعتراضات در سقز در کردستان شروع شد و بلا فاصله بعد از سقز در سنندج و شهرهای کردستان به طور وسیع اعتراضات شروع شد و در واقع میشه گفت که جرقه و محل اصلی اعتراضات که بعداً تمام شهرهای ایران که این روزها 140 شهر در تمام ایران اعتراضات وسیعی وجود داره در مقابل جمهوری اسلامی. خب در این شرایط جمهوری اسلامی این اتحاد و این همبستگی مردم رو تاب نمیاره، میخواد با این اذهان عمومی رو
متوجه یه چیزی دیگه بکنه. این تو بارانها، این موشک بارانها و پهپادهایی که مراکز سیاسی احزاب کردستان رو هدف قرار گرفته، من تأکید کنم در سر یک موضوع مشخص. هم موضوع مشخص اینه که جمهوری اسلامی میخواد که نیروهای احزاب کردستان به دلیل مسلح بودنشون یک جنگی خیلی هم کوچک در کردستان شروع بشه با این فشاری که اونا میخوان از لحاظ نظامی بیارن. فقط شروع یه جنگ کوتاه، یه جنگ کوچک در هر نقطه‌ای از کردستان شرایط واسه جمهوری اسلامی آماده میکنه که متوجه بکنه که اینجا همون 14 هست که داره به مردم کردستان میگه، به تمام مردم ایران میگه مبارزات حق طلبانه مردم کردستان رو داره بس میکنه، اینا جدایی طلبن، اینا عوامل اینن و اونن و از این حرفا و تونسته بوده تا کنون از این بهره برداری سیاسی بکنه. با یک جرقه میخواد متوجه اذهان عمومی رو متوجه این نقطه بکنه و به این ترتیب بخشی از این همگرایی، همدلی، اتحاد و همبستگی که وسیع در ایران وجود داره، شاید بخش‌هایی از مردم رو متوجه این موضوع بکنه که بتونه تفرقه‌ای به وجود بیاره. و خوشبختانه با تمام تجاربی که احزاب سیاسی در کردستان دارن، ما تجارب نگفتن به جمهوری اسلامی از روز رفراندوم جمهوری اسلامی آری و نه به جمهوری اسلامی رو داریم و از اون روز ما به جمهوری اسلامی گفتیم نه و احزاب سیاسی با این موضع و کامله با یک نگرش بسیار درایت سیاسی بسیار وسیع و روشنی جوابی خیلی روشن به این حملات داده. در ضمن اینکه این حملات محکومه، با تمام شدت باید اینا رو محکوم کرد. در همین حال شکل مبارزه با این رو یک شکل مبارزه سیاسی وسیعی است که در جواب به این نه احزاب سیاسی بلکه مردم کردستان به این جواب سیاسی مشخصی به رژیم بدهن و رژیم رو سر جایش بنشانن که این ترفندهای تو دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده و نمیتونه این همبستگی وسیع، این همدلی و همگرایی وسیع، این خواست عمومی سرنگونی جمهوری اسلامی رو کاهش بده. به همین دلیله که جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اذهان عمومی را متوجه یه جنگ دیگه، یه جای دیگه بیرون از مرزهای خودش انجام بده که با این عملیات، با این حرکات وحشیانه تعدادی از مردم و کودکان و مردم سیویل تو منطقه کردستان زخمی شدن، جونشان از دست دادن و برای جمهوری اسلامی مهم نیست واسه بقای خودش کی کشته میشه یا کی کشته نمیشه، هیچ برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره. مهمترین چیز اونه که بتونه نظامش رو برقرار بکنه و همین ادامه رژیمش رو ادامه بده. بله رفیق فرشید، کمتر از 48 ساعت به روز موعود که همان روز شنبه 9 مهر ماه هست برای اعتصاب عمومی نداریم. پیام شما برای مردم کردستان که هم اکنون در خیابان ها هستند و مردم ایران برای پشتیبانی از این اعتصاب چیه؟ خیلی واضحه، به نظر من خیلی واضحه. امروز مردم 13 روزه به طور متوالی در خیابان‌های تمام ایران، همونطور که گفتم 140 شهر زیادتر که اعتراضات وجود داره. این اعتراضات به شیوه اعتراضات خیابونی و اعتراضات جمعی که در نقاط مختلف و بعضاً اعتصاباتی هم انجام گرفته. این اعتصاب میخواد به سیاست رژیم جمهوری اسلامی، همونطوری که گفتم، میخواد اذهان عمومی رو بیرون از مرزهاشون بده. اعتصاب یک شکل از مبارزه است و اعتراضات خیابانی یک شکل از مبارزه است. تحصن یک شکل از مبارزه است. همونی که امروز مردم تو پنجره های خونشون شعار میدن،
همون شعار دادن شکل دیگه از مبارزه است. همون مردمی که تو خیابونا شبا با ماشیناشون با خودروهای شخصیشون بوق میزنن تو خیابون، اون شکل دیگه از مبارزه است. اعتصاب یک شکل از مبارزه است. در اون اطلاعیه هم اومده است که خطاب به تمام اقشار و طبقات اجتماعی مختلف داره. میگه دانشجویان، دانش آموزان، محصلین اون روز اعتصاب بکنن، در محیطهای کارشون جمع بشن اونجا، با اعتصاب کردن به این معنا که کار نکنن، نرن سر کار و در محل و محیطهای کارشون بیستن و اعتراضات خودشون رو به پیش ببرن. و همچنین این اعتصابات خطاب داره به کارگران تولیدی، کارگران خدماتی بخش‌های مختلف و کارمندان دولتی، کارگران بخش‌های وسیعی در ایران از جنوب و شمال. این اعتصاب میخواد به جمهوری اسلامی، به اون سیاست تفرقه افکنانی جمهوری اسلامی میخواد جواب بده از طرف مردم جمعی همدل و متحد که جمهوری اسلامی تو دیگه نمیتونی بین ما مردم ایران از جنوب و شمال، از شرق و غرب تفرقه بیندازی. ما متحدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای سرنگونی این رژیم. در نتیجه اعتصاب عمومی یک شکل از مبارزه است که متحدانه دو وظیفه اصلی داره. یک اینه که تمام مردم نشون میدن با هم متحدن و میتونن با هم دیگه مبارزهشون رو با همدلی پیش ببرن. و چه دیگه ای از اینه که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با تفرقه گروه دسته از طبقات و اقشار و ملیت‌های مختلف و اتنیسک‌های مختلف بخواد اینا رو تفرقه بندازه و بتونه سرکوب کنه، به این رژیم جواب میده که دیگه این سیاستات رو نمیتونی پیش ببری. ما مردم متحدی هستیم و میدونیم چی میخوایم. بله، سپاسگزارم از حضورتون رفیق فرشید غفان نژاد، عضو کمیته مرکزی کماله. خیلی ممنون از دعوت شما. بینندگان عزیز، میریم آخرین تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید ببینیم و برگردیم. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجوی از خوش گفتن دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجوی امروز پنجشنبه سمندک ششم بهمن اعتراضم. امروز پنجشنبه سمندک ششم بهمن اعتراضم. امروز پنجشنبه سمندک ششم بهمن اعتراضم.
از خشک فهمید. دانشجوی زندانی آزار باید گردد. دانشجوی زندانی آزار باید گردد. دانشجوی از خشک فهمید. دانشجوی زندانی آزار باید گردد. دانشجوی زندانی آزار باید گردد. دانشجوی اول مه چرخ کار رمزی از تن زدن به استثمار نیروی کارمان و بازوانمان نه نباید رود به یغماشان کارگر متحد سوی پیکار نظم سرمایه را کن نگونسار تا به پاداریم نظامی نو آزاد برابر جهانی نو بشنوه کارگر پیام می عظمت استوار قدم در این راه می اتحاد کارگر متحد شو کهنه ویران نما کن به پانو شیپور کمان دمیده تا پرولتار جهان یک سر خیزد و رها کند نوع بشر یاد آن کمونارهای قهرمان پرچمی سرخ از فراراهمان چه دهیم ز دست جز زنجیرمان فردا جهان ما راست بی گمان بشنوه کارگر پیام می عظمت استوار قدم در این راه می اتحاد کارگر متحد شو کهنه ویران نما کن به پانو Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. امروز پنجشنبه سمندک ششم بهمن. اعتراضم شردیجی هم ببادین به تربیش دادشن به دل کتین هم شردیجی هم ببادین به تربیش دادشن هم به پاشی یا بری یارشتا بیشی کوچه لاته خوشتی بینیم در کشی پاشیان بنیر افتی شوان ببزم بربی دیر کازور ایدین خونه اف نجی خیال اف ستر کارد گارگونه تور دیام بزرف کارگیرانه ویلاتی میشی همو جیانه دیام بزرف کارگیرانه ویلاتی میشی همو جیانه هم بکن شر دوری پاشن لیسر میں آلام لینیز که بلند کن آلامه. بله بینندگان عزیز، درودی دوباره. همونطور که مطلع هستین دیروز چهارشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر سپاه پاسداران با پهپاد انتحاری و موشک مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان رو با حمله به مقرات رو آغاز کرده و در جریان این حملات متاسفانه 15 نفر جان باختند و بیش از 40 نفر نیز زخمی شدند. در واکنش به این حمله ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی که سراسر ایران و خیابونها زیر پای مردم ایران داره میلرزه و مردم خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند و با شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، آخوند باید گم بشه و زن، زندگی، آزادی، رژیم در همچین شرایطی دست به این حملات داده و در واکنش به این حملات کمیته مرکزی کامله، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و همچنین پژاک، کودار و کجار یک فراخوانی دادن برای روز شنبه 9 مهر ماه، فراخوان اعتصاب عمومی در سراسر کردستان. در اینجا
اطلاعیه کمیته مرکزی کماله رو براتون میخونم. اطلاعیه کمیته مرکزی کماله اعلام اعتصاب عمومی روز شنبه 9 مهر ماه. مردم مبارز کردستان، رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن خیزش انقلابی مردم ایران با این هدف که به خیال خود نگاه‌ها را از صحنه خروش پرشور مردم در خیابان‌های کردستان و ایران متوجه بیرون مرزها کند، روز چهارشنبه 6 مهر ماه مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در عمق اقلیم کردستان را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد. در جریان این حملات بیش از 13 نفر که متاسفانه تا همکنون به 15 نفر رسیده جان باختند و ده‌ها تن زخمی شدند. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته هر بار که به چنین اعمالی دست زده با عکس‌العمل قاطعانه مردم روبرو شده. جمهوری اسلامی که از گذشته درس نیاموخته و ناتوان از خاموش کردن شعله‌های خیزش انقلابی مردم کردستان و ایران بار دیگر این سیاست شکست خورده را تکرار کرده. ما اطمینان داریم موج عظیمی که به دنبال قتل ژینای جوان از کردستان برخاست و سرتاسر ایران را در بر گرفت، با این گونه تلاش‌ها از سر استیصال فروکش نخواهد کرد. اینک زمان آن فرا رسیده است که جمهوری اسلامی پاسخ این جنایات را از شما مردم مبارز کردستان بگیرد. بدین وسیله همراه با دیگر نیروهای سیاسی فعال در کردستان روز شنبه 9 مهر ماه را به عنوان روز اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اعلام می‌کنیم. در این روز مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل خواهند بود و معلمان و دانشجویان و دانش آموزان در محیط‌های آموزشی خود تجمع خواهند کرد و حمله به مراکز سیاسی احزاب کردستانی را محکوم می‌کنند. مغازه‌ها و مرکز کسب و کار به جز آنهایی که نیازهای اولیه و حیاتی مردم را نظیر نان و خانه‌ها تامین می‌کنند بسته می‌شوند. کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بسته خواهند بود. کارمندان بانک‌ها و ادارات دولتی بر سر کار نخواهند رفت. بگذار که جمهوری اسلامی دریابد که مردم کردستان فرزندان خود را در هر کجا که باشند در مراکز سیاسی در اقلیم کردستان، در زندان‌ها و در هر جای دیگر تنها نمی‌گذارند و از آنها پشتیبانی می‌کنند. بگذار روز شنبه صحنه پرشور دیگری از جنبش انقلابی مردم کردستان در مقابل چشمان جهانیان به نمایش درآید. از همه جوانان، زنان و مردان مبارزی که در این روزها در مقابل جمهوری اسلامی سینه سپر کردند، از همه کارگران و تشکل‌های کارگری و نهادهای مدنی و احزاب و گروه‌های سیاسی در همه جای ایران می‌خواهیم که از این حرکت مردم کردستان به هر شیوه‌ای که می‌توانند پشتیبانی کنند. کمیته مرکزی کماله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 7 مهر ماه سال 1401 خورشیدی. بله عزیزان، گزارشاتی به دستمون رسیده از اینکه امروز پنجشنبه بازاریان اصفهان به اعتصاب پیوستند. قیام و خیزش در مشهد همچنان ادامه داره. اعتصاب کامیونداران در سراسر کشور ناکامل، بخشی از کامیونداران شروع شده. دانشگاه علوم پزشکی گلستان به اعتصابات سراسری پیوسته، دانشگاه یزد، دانشگاه حکیم سبزواری و همکنون در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت، کرمانشاه، تهران، قم و سنندج اعتراضات در خیابانها ادامه داره و این خیزش سر باز ایستادن ندارد. پیام‌هایی برامون اومده که برای شما عزیزان میخونم. پیامی از سنندج، بیننده عزیزی از سنندج برامون پیام فرستادن که در خیابان 6 بهمن سنندج نیروهای حکومتی مستقیم به سوی مردم تیراندازی کردند و تا همکنون دست کم 2 نفر زخمی شدند. خیلی از این بیننده عزیز سپاسگزاریم. از اشنویه عزیزی برامون پیام فرستاده. سلام، دستگیری های گسترده در اشنویه شدت گرفته.
امروز اشنویه در اعتصاب کامل بوده. همینطور یه جای دیگه هم برامون پیام اومده بود، پیرانشهر هم امروز در اعتصاب کامل بوده. گفته که اعتصاب از امروز بعد از ظهر در شهر آغاز شده و مردم و معترضین مکانهاشون رو تغییر دادن. بله، 43 سال مردم کردستان تجربه های گرانقدری دارند که قطعاً در این دوره از خیزش این تجربیات رو به کار میبرن و قطعاً تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن و قطعاً جایی که امکان داره دست سرکوبگران بهشون برسه رو تغییر میدن. یه پیام دیگه هم برامون اومده، به کردی نوشتن اما براتون ترجمه میکنم که گفتن که سلام مردم کردستان، مخصوصا شهر شنو در اعتصاب عمومی هستن و در این اعتصاب رو آغاز کردن. خیلی از این بیننده عزیزم سپاسگزاریم. یه پیام دیگه هم برامون اومده، نمیدونم نوشتن از ایران، نمیدونم از شهرهای کردستان هستش یا نه، ولی نوشتن که یک هفته است که مسئولان زندان مرکزی سنندج 7 نفر از سلفی های غمکش را به بند پویش 2 منتقل کردند تا با زندانیان سیاسی درگیری ایجاد کنند. امروز 7 مهر ماه در حضور مدیر داخله با زندانیان سیاسی درگیری شده و به جانباختگان نیروهای پیشمرگ توهین کردند و در این رابطه درگیری ایجاد شده و مسئولان زندان به خصوص مدیر داخله از سلفی ها حمایت کردند و زندانیان سیاسی را تهدید نمودند. خیلی سپاسگزارم از این بیننده عزیز که گفتن که سلفی های غمکش رو به بند پویش 2 منتقل کردن و در اونجا دارن با زندانی های سیاسی درگیر میشن. خب این کار رژیم تازگی نداره و سالهاست که ما شاهدیم چماق به دستان خودش رو در بند زندانیان سیاسی مستقر میکنه و یا اینکه زندانیان سیاسی رو در بندهای عمومی و مختلف زندانی میکنه دقیقاً برای همین کار و ما شاهد بودیم که در طول همه این سالها زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی زیادی از ورزشکاران گرفته تا افراد خوشنام در زندانها توسط همین به قول معروف آتش به اختیارها و غمکش‌ها و چاقو به دستان رژیم در زندانها جونشون را از دست دادن و یا زخمی شدن. برامون پیام اومده که در شهرهای مختلف کردستان اینترنت به طور کامل قطعه و مردم نمیتونن گزارشاتشون و خبرهاشون و تصاویر و ویدیوهاشون رو برای ما بفرستن. مشکلی نیست، همین که شما عزیزان در خیابانها باشید و سالم باشید و بتونید به اعتراضاتتون ادامه بدید و بتونید که این خیزش رو تا سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی ادامه بدید. ما پشتیبان شما هستیم، همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. عزیزان بیننده، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از برنامه زنده رسیدیم. یک بار دیگه اعلام میکنم که با شماره تلفن 2045 71 64 50 24 همون شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون شما حک شده، در طول شبانه روز هر موقع که اینترنتتون وصل شد میتونید پیام هاتون، گزارشاتتون، عکساتون، تصاویرتون، پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید و ما بتونیم از این تریبون و رسانه اونا رو با بینندگان عزیزمون در میون بذاریم و به اشتراک بگذاریم. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید، به امید پیروزی.
پنجشنبه سمندک ششم بهمن اعتراضات دانشجوی زندانی آزار باید گردد. دانشجوی زندانی آزار